پلان بتینتی او فرق نداره او هم پنسش بسای برادرم یک حالت دیدیم بخدو به نهایت مزیق شدم بخدو قسم هاشیم گدو در سویتافور یعنی بهروز درباره هاشیم گدو گپ میزنه میگه که کتابوش سهراب همه هاشیم گدو هم که گفتم شکی ما شروع بودم گفت ما پروارم گفتم مقصد ما و تو حاضی که در اینترنت مون گپ میزنیم میپرتویم بیننده همون چیکار میکنن میبینن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز، بنده دوست مراد شریف هستم و خواستم که در سخنهای بران یعنی بهروز برادرم که جواب بگردونم. سلام علیکم برادرو، نو اکا قطعی یوسف انا ستوریز کده شکر که رفته استبدیم که یک حالت دیدیم بخدو به نهایت مزیق شدم بخدو قسم هاشیم گدو در سویتافور ترزمون تاق داره خواهش داره که التماس همه کتابای مرا چند سوم میتین بخرین ما خونم برم. من نمیدونم استاد چه خیلی خاراکتر دارن، خاراکترشون میگن وزمینه نه که نو بسته به می خاراکترشون به نهایت خدمتای انا شایسته کردگیان و ما میخوام که مسئولایی که در همه ساحان در همه انا تاجیک فیلمان کسایی نمیشناسه هاشیم گدو کینوی رستم و سهراب تماشا کردیم میکردیم سهراب همه هاشیم گدو هم که گفتم شکی ما شروع بودم گفت ما پروارم گفتم ما ملیوم گفت ما خش تباریم خلاصا ما خواهش میکنم که ای حال استاد با خبر باشین به طرف نباشین که انا این بین بهروز جان برادرم کم ترک احساسات داده شدی حالا اون کسی میپرسیدی بعد مقصد برنامه که هیچ گم نخوای بگذاشته صلوات چیزی که چیزی که در نصیب هست او باید بشود و ما مخصوص این برنامه را برای نفرایی که همین برنامه را دیدن که بران یعنی بهروز درباره هاشیم گدو گپ میزنه میگه که کتابوش دو دگمانه که چانس میتین بتین تو این گپا به این مقصد نفهم او دا پلان بتی هم کتابا میتاد پلان نتی هم کتابا میتاد دا اول ما یک چیرا بران جان ختم میفهمونم بعد دیگه صحبت هم میکنم با قصه گوش کنیم. مقصد ما و تو حاضی که در اینترنت مون گپ میزنیم میپرتویم بیننده همون چیکار میکنن میبینن حاضی دوری کتاب و کتابخونی و مقصد تلویزیون بمونه کینو رو 3 ساعت تماشا کنه خیلی گپ نیست. حاضی هم یک دوسته خوب کرده میگه همین یک دوسته خوب کرده تماشا میکنن تمام چیزی کال تا که کوتاه تماشا میکنن دروزا تماشا نمیکنن یعنی کتاب نمیخونن همین خشیده که زمان هم خشیده که کتاب نمیخونن وای او مرده قلیات نویسته زیاده ایدز 50 تا کتاب داره. او هاشیم گدو قطعی شوخی نیست شگری خدا این است صورت که من موندم اینجا خجابی گرمه رئیس خجابی گرم گفت که هر ساله 15 روز لیمیت داره 15 روز میه به پلو به چمیجه دا ای استراحت میکنه در خجابی گرم. فقط من یک جاشو میگم تا چیزی که من با چشمم دیدم خجابی گرم دا میه استراحت میکنه به پلو. البته که دستگیری به نهایت استاد زیاد بر زیاده ایروی شنیدیم و ایروی دیدیم و انشالله که استاد تا وقتی که هستیم ما استاد قدردانی میکنیم استاد همه هنرمندای تاجیک هم بالا تا پایان همه استاد هاشیم گدو رو حرمت میکنن. این هاشیم گدو این هاشیم استادی ما مقصد چقدر که در امریکا ارنولد شوارزنگر باشه ریمبو باشه ای در تاجیکستان ارنولد شوارزنگری تاجیکوای در ساحه هنر. البته رستم و سهراب و دیگر دولتایی را بیا گفتگانی رفتگی نیسته و وطن به نهایت دوست می‌داره ملت به نهایت دوست می‌داره یک پاتریوت ای استادی ما وارکه بهترین استادای شکر خدا که ایگام چی کم نیستن. البته که بگیم که پد نظارتن برانجام برادر عزیز و به نهایت دستگیری استاد هست ایروی دیدیم ایروی شنیدیم ما میدونیم که استاد دستگیری میکنه. فقط این چی میخواه استادی ما چی میخواه فقط میخواه که مقصد چی هنر چی نویسته کرده چی هنری داره مردم ببینه و ما اوتیم که در اینترنت میپرتیم میبینن یا که وقتی تو دعوت میکنن کینوی دیگه دولت برآمد میکرد هم میگن که بعد سلطانی گدایی خوش نمیاد مرا اگه مقصد دیگه ما برای چی گدایی میگم که این در کسبش گدایی میکنه در کسبش در خورد و خوراک در خانواده رو در دیگه و چینه در کسبش یعنی در هنرش خیلی کده نشان دادن عین حال نمیدونه استاد هنرش ایده مقصد رژیسورای با قوت در کورن
این رژیسوری که در تاجیکستان هستن برام بگن که بیاین فلان کینو رو بازی کن. البته اون کینویی که بازی کرده در سطح اون کینو نیست، در سطح اون کینویی که باید بازی کرده البته رژیسورای ما در اون سطح کردن نمیتونن، مجبورن که دیگه دولت فرود کنن. این دیگه دولت فرود کردن، این نرفت. و خلاصه گپ البته که در تاجیکستان صلح و صلاح هستیم. البته که خیلی استادا رو همه نگاه کردم است، همه روزه در پشت درش 3 تا 4 تا رژیسور 3 تا 4 تا میرن درش تق تق میکنن، میگن استاد یک بار اینترویو بوده سر میکنه همش پشت در بره میگه اون مرا درس داد که سال 2001 ما میدونم استاد می اومد یه سمکه داشت. استاد هم خیلی پرینسیپال آدمایی که یه سمکه داشت در درش گیر میگیم چی میگیم 10 کیلو انا 10 کیلو رو هوش کردم میرفت میومد میگفتم استاد میره چیکار میکنی؟ میگه مشق همه خلق تاجیک استاد میشناسن، حرمت میکنن، احترام میکنن و انشالله که استاد عمری که هست در بالای سری ما هست، ما حرمتی استاد میدونیم. باقی سربند خانواد باشین. باران جان دوست عزیزم، البته که تم همه قمانه گپ همو رو فهمیدی که چانس بمیتن بتن او دا پلان بتیناتی او فرق نداره. ای او هم 500 بس برادرم زنده و سربند باشه خداوند نگاه کنه. و در آخر چی گفتنیم برادرای عزیز؟ یک شرکت ما توصیه میتونم، رکلام هم میکنم و ما ای همه پرسیدم که همین چیه این تجارت های اگه از زمان نشیده که هیچ کس که فریب کردن نمیتونه، یا دیوانی رو هم پلانش هم پلان میدونه، هیچ کس فریب کردن نمیتونه. یک بیزنس های تجارت این تجارت ای دوره قدیم ای پیغمبر خدا پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم و دیگه تا به حال تجارت برای ما اومدگی های. یک تجارتی هست که تجارتی حاضر زمان، مقصد 20-25 سال شده ای مسکو برآمده شده، در تاجیکستان خود 13 ساله شده. مقصد دیگه 13 ساله این کار رفته ایستاده است، فعالیت داره. تجارت کسی که هداش میبره اینا محرم ادین رقمشون هم میمونین، واتساپشون رو بدارین، زنگ بزنین، مصلحت کنین، نامنویس کنین خطونا. شرکت فابریک بهترین بده، مقصد همه چیز عالی داره به درجه عالیش. من اینا دیدم استفاده بردم، مقصد شامپوناش و دوخیاش و تمام چیزا داشته، تمام چیزی که امروز روزگار هست داره. فقط تجارت اینترنتی، تجارت حاضر زمان، تو زنگ بزنی دست افکا میکنی میاره، تو میگیری همسایه‌ات هم میفروشی، هم خودت فایده میبینی، هم همسایه‌ات. یک خیلی تجارت کسی که تجارت مشغوله اینا میفهمه این چیسته برای بیزنس مینا، برای تجارت کارو. این رقمشون محرمت زنای خونشین، مردای خونشین، مردای هستی که فقط گرد گوشه همسایه‌ات میگردی، مقصد یکم کسلی داری که راه دور دم ممکن نیست. پجاست محرمت که این کاری سبکا، کاری آسانه. شرکت فابریک در خدمت شما، تجارتی حاضر زمان. این توصیه ما، شرکت فابریک محرمت، زنگ بزنین، مصلحت پره را با شما میدیم. خدا نگهبان شما.